توجه این دفعه در برنامه منبر کرامت شریپوف شهروندی روسیه را از راه تقلب به دست آورد یا یکی از آنها بودن پاسپورت سر کجا شد؟ دیدیم که داشتن پاسپورت تاجیکستان خیلی نیست. اگر راهبری جنبش مهاجران تاجیک را اجازه ورود به روسیه ندهند تقدیر این سازمان چی می شود؟ در پشت دپورت شریپوف روس ها می ایستند یا تاجیک ها؟ گروه‌های علایده هستند که آنها زیاده از 12 ساله پیش آنها به غلامی آوردن ملت تاجیک رسوندند. در این باره ما با آنها صحبت داشتیم. اینا نام دارند. نولا که در بین آنها ایدئولوژها هستند. کرامت شریپوف در برنامه نوبتی منبر رادیوی امروز برنامه منبر با سعید احسان جلالیان. هموطنان گرامی، شنوندگان محترم، شکر خدا که با هم هستیم و در فضای آرام و آسایشته زندگی داریم و برنامه منبر روی موج 107.4 FM از رادیو امروز مهمان خاندان شماست و چخیلی که در بالا معرفی هم شد ما به استودیو دعوت کردیم کرامت شریپوف راهبری سازمان جنبش مهاجران تاجیک در روسیه. خوش آمدن به استودیو رادیوی امروز. و شنونده های گرامی، هدف از دعوت استاد کرامت شریپوف به استودیوی رادیو امروز خیلی که شما میدونید ما یک سال قبل هم ایشان رو دعوت کرده بودیم از وضع بود و باش مهاجران تاجیک در روسیه صحبت انجام داده بودیم، اما عین حال شاید به این مسئله کمتر توجه میکنیم، اما سری موضوع دپارتاسیا کردن یا ممنوع ورود به شهرهای روسیه کردن استاد کرامت شریپوف از جانب مقامات روسیه بیشتر صحبت انجام خواهد شد، چون چقدر که شما میدونید چند قبل با حکم یک دادگاه در روسیه کرامت شریپوف از روسیه به تاجیکستان خارج کرده شده و همین طور خودی کرامت شریپوف و وکیلان مدافعشان میگن که انا همین حکم انا همین غیر قانونی بود. خب شنونده های گرامی، اولین سوالی که در انانس برنامه بود من میخوام که به همین سوال اول پاسخ گردانده شود، زیرا خب بیشتر از شنونده های ما گفتن که به همین سوال کی پاسخ میگیریم. به این خاطر بیاید به سوال هایی که بیشتر در همون انانس برنامه بود به همونا پاسخ بگیریم. برامد سوال اولم همین بود که انا همین شهرونده روسیه، هرچند که شما در دیگر رسانه ها گفتید ولی میخوایم برای امروز بگید، برای شنونده های امروز هم بگید که مقامات روسیه میگن انا همون شهرونده روسیه را با راه قانونی به دست نآوردن، یعنی این گفته مقامات روسیه است که ولی شما در دیگر رسانه ها رد کردید، ولی میخوام که دقیقاً انیقاً برای شنونده های رادیوی امروز هم بگید. مرحمت. سلام علیکم. خوبی دنیوی بودن ما، تاجیک بودن ما با سرپستی رفتن روزی است. اولا موفقیت میخوام برای رادیو شما که باری دویم است این چیزی که من با چشم دیده ایستادم، این هم از پرینسیپ‌های دموکراسی این روزا برای آینده دولت‌داری و ملت‌داری تاجیک است. نسبتی سوال گفتم که این بزرگی کرامت شریف است، این بزرگی ملت تاجیک است. در روسیه نه بلکه یک کرامت شریف نه بلکه یک تاجیکان، یک تاجیکستانیا فعالیتی کاری مهاجرتی خود را میبرند. بزرگی در آن است که ملت تاجیک پورا از طرف خود شناخته دانستن کرامت شریف بود که در حالتهای مجبور نمودن آنها، ندادن نفقه، پرداختن به حبسخانه ها، گم شدن شخصان، گفتن خودی حجتهایی که آنها از بین دسترس میکنن بدتر آنها از بین میروند. همه این بود خواندن روزنامه تاجیکی، آواز تاجیکستانیان، در آمدن سامانه سایت تجمیران. این بزرگی تشکیل شد در اطراف تمام 1.5 میلیون ملت تاجیک کارگر در مهاجرت و دید این روز دولت روس دید که این راه نیست. اگر با چنین راه روند تاجیکان در سطح پستی بودنی آنها امروز در روسیه در بین دیگر ملت‌های
بعد از برهم خوردن دولت شوروی رای از غلامی برآمدن رو ما باید از دست این آدم گیریم و با غلام بودن تاجیک پورا قبضونیم که ما روبری کرده میتوانیم. همه اونا معلومند کجا میشن نیست، لکن ما باید یک چیز رو فراموش نکنیم که ما دولتی سوی استقلال داریم، ما فخر دولت میگیم. روسا میگن سوورنی گسودارstvo. ما هیچ وقت باید با شکستن قانون در داخلی دولت و بیرون از آن محافظتی موجودیت مینتی شرایطش دارد باید حرکت نماییم که محافظت باشد، شکستن قانون و راه دادن لازم نیست. این چیزها شدن، قانون شکنی پیدا شد. اساس قانونی که در نزد محمد این کنستیتوسی تاجیکستان است. این قانون اساسی است که مبادا شهروند تاجیک بیرون از دولت، بیرون از بودن تاجیکستان مبادا رفت سالهای شوروی بود باید. چرا باید برگردوندن؟ کیها هوسمند بودن؟ باید این رو ملت تاجیک، شخصانی که روز رای در شما رو گوش میدن، وزیران، خدماتی که ما هستن این روز، این کارخانه‌ای که تشکیل شدن نسبت مهاجرت کنن، میشه شهروندی را باید رهبر دولت دارن که اونا دست به شکستن قانونی امروزی تاجیکستان کنستیتوسیون زدن و جوابگر خواهد بود. به یاردم این شخصان داخلی، به مقامات دولتی، این ضربه سخت نه بلکه به کرمانشاهی بود، به ملت تاجیک زده نمیشد. خب یک سوال دیگر برای شما اینجا یک نفر همینطور سوال کرده که عبدالستار پیر محمد زاده در رولی که انونس برنامه شنیدیم شکلی که در انونس رفته بود یک سخن شما که من با اجازه از سامانه آزاده گرفتم، گفته شده که همون منقورت‌ها و دشمنان مردم مهاجر گفته شده که اینا هم دست دارد در داخل مهاجران، خواه تاجیک ها باشه خواه غیر تاجیک ها، چون دیگر سازمان های عمومی مهاجرتی در روسیه هستند. شاید اینا هستند در اخراج شما از اون که شاید سهم اینا از اون که مقامات روسیه هم این سهم دارن بیشتر باشند. مرمن کیا هستند دقیقاً هستند. من در حیات در کاری خود در فعالیت جنبش ما همچون روبر زیاده از 17 سال حیات من بعد از رفتن به نفقت از سایه حربی این یک مدت دراز بود، زیاده از 20 سال حیات من اومد در سایه حربی گذشت و چرا من خود را مجبور ساختم که دیگران مجبور ساختن که فعالیت جنبش مهاجرت روبری دیاسپورا به عهده خود گیرم شو. در حقیقت وقتی که شما یکی دیگران هم است یک کنکورنسی بیرون هست، دیدن که جنبش مهاجران دیاسپوری تاجیک فعالیت دارد و شخصانی که ضربه به اوناز نمیشن جرب دیده هستن به نزدیک رامال شریف میبرن و چاره میکنن. اونا میتونستن به نزدیک حکومتداران تاجیکستان و چرا نرفتن؟ اونا معلوم میشه که در اون دولتی که هست روسیه ما دور مقامات دولتی به مانند دیپ کورپس کار می‌کنیم، کنسولگری هم دیپ کورپ. گپ در سر اون است که اونجا در روسیه سر میزنه داخل، مثلا معاشش گرفته نمیتونه در روسیه در تاجیکستان. ما دوره برای همین ما دوریم هم مقامات دولتی نمایندگیشون در اونجا. اونا چرا با اونا نمیخواستن صحبت نمودن؟ اونا این از جبدیدهای مثلا سفارت کنسولگری چشپوشی میکردن و تا امروز چشپوشی میکنن. و امروز که اونا تمام خوشحالن خوشبختن که بر اومدن کرامت شریف رفتن چیزی خواهیم نسبت این ملت میکنیم خطا میکنن. و اونا بودن و تشکیل نمودن و دیدن که امروزه رفتاری که پیشروی جامعه تاجیکان در بودن انجمن‌ها، در بودن کنفرانس، در بودن شورای نزدیک حرکت‌هایی دارن که ملت خود رو دستگیر نمایند. خب یک سوال دیگر، این سوالم از شبکه فیسبوک است. سامانوف یک کاربر این فیسبوک نوشته است که بیشتر اینا گفتن که ما در روسیه هستیم قرار داریم، سوال دادن ولی شاید که ما رو نمیشنوند، اما شما پاسخ بگردانید، من حتما براشون خواهم گفت. یک سوال مدرک گیرد گفته است رسوند که بازگشت به روسیه رو پرینسیپ خود میشمارند و چرا در وطن اجداد خود ایستادنی نیستند؟ همین سوال شده است از جانب سامانوف. مرمون به مانند من فقط از روسا از 1,200,000 روززبان روسا در خودی دوشنبه و بیرون از وای شرچای میدان برآمده رفتن. این برهم خورده دولت شوروی بود. کسی زیادی آنها کسب خود داشتند، زیادی کمی آنها سایه حربی بودند.
هر یک شخصی به مانند من در سایه حربی بود که داشت در آن وقت تجربه کاری و به ساختار دولتی روسیه می‌گذاشت. در همه حالت همون ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان را از طرف خود نگاه می‌داشتیم. دیدن صلح بود، برداشتن برادرکشی جنگ از بین رود. تا سال 96 در تاجیکستان بودم، بعد از گرمانیا برگشتم که زیاده از 5.5 سال حیات من در گروه گرمانیا و قوای مسلح روس شوروی بودیم و داشتن شهروندی، برگرداندن شهروندی کرامت از طرف روسا، این نشان دادن به دنیا که تاجیک میتواند حقوق انسانی خود را بیرون از دولت تاجیک صاحب استقلال محافظت نمودند. این بود، این شکستن شخص، پرتافتن به زندان پیش از آوردن من. 12 شبانه روز من در خود زندان، یا این اسپسپریال نیست، این زندان است، 4 دیوال است، خلاص دیگر چیزی نیست، کسی همراه تو نیست. اجناش نه کاملا نام داره. بعدتر کنوای همین رو این یک دمونستراسی کلانترین دنیوی شان داد روس باگا میزنه به یاردمی یک قسم شخصانی بدبختی امروزی ما مقامات دولتی تاجیکستان آنها این را با عهده گرفتن نمیتونستند. ادامه دارد برنامه منبر از رادیوی امروز و بیاید اکنون باز میگذاریم به سوال و جواب هم، ولی میبینم که یک رقم از شاید که دیگر جا باشد و ما تماس گرفته است. الا سلام علیکم. علیکم السلام. اکا سایرسان سلام شما. تشکر زیاد. همه وقتی که کرامت شریف شما میکنین جواب میگویند، خب در بعضی مقامات ها وقتی که گپ میزنن شما در بخش توجیه میمونین. نه خواهش میکنم، تشکر میکنم، فقط سوال باشد، چون بخش تبلیغ آمده است، من نمیتوانم از همون رگلامنتی که هست مثلا بخش تبلیغ از اون بیرون برآمده باشم. تشکر میکنم. 44 645 32 تنها سوال باشد، خواهش میکنم. و اینجا یک سوال دیگر شده است در شبکه باز اجتماعی فیسبوک است که کرامت شریف نه تنها به مردم تاجیک بلکه به مردم روسیه هم خدمت‌های ارزنده کرده است. چرا خدمت‌های کرده کرامت شریف را دادگاه روسیه به نظر نگرفت؟ خب این سوالم باید به اونا داده شد، ولی نظر دارم، فکر میکنم. مرمن البته در بودن جامعه فدراسیون میگرانت‌های SNG که پرزیدنت فدراسیون میگرانت‌ها خودی من بودم، با اون مراجعت میکردن شهروندان روس زبان‌ها و غیر از این دولت‌هایی که سابق شوروی SNG می‌دونیم شهروندان اونا می‌دیدن که در حقیقت از طرف ما دیدن چاره یاردم که به اونها بودن یک پیشروی برای آنها و محافظت خود انسانی آنها بود. برای این خدمت‌هایی که ما نمودیم این از روی تمام پونکت‌های استوایی فدراسیون میگرانت SNG و بیرون از وی برآمده نیست. خب 44 645 32 ولی خواهش میکنم شنونده های گرامی تنها سوال باشه، چون بحث های دیگر گذاریم به روش های دیگر یا بعد از برنامه میتونه 44 645 32 تماس بگیرید و ما میتونیم با شما وابسته به هر سوال پاسخ داده باشیم، اما عین حال تنها سوال باشد. خب نفر هست در خط علاقه. الا سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید از کجا زنگ میزنید؟ ما از شهری سور زنگ میزنید. خب مرمن برای همین اکای کرامتلو شریف است. خب همین در دهه ما همین ما در مسکو بسیار کار میکنیم. اکا همین بچه ما زلوژ نگرفتگی بودن داجه پروندن و آیفون 6. همین اکای کرامتلو شریف بود، اما آدم رفت 12 روز زلوژ نماکم ده همین آدم رفتم آدم برواردگی. در کدام شهر بود؟ شهری مسکو. کدام سال؟ سالی خدا دروغ نگم 2013 بود یا 14 هم خیلی. خب نام تو اکی کرامتلو نقض میدونن دهی بلبل چشمه سنگوف محمود. بدتر برگشت به روسیه باید. با در شهر روسیه هم بودم. تشکر میکنم. تشکر میکنم. در حقیقت بود چنین حادثه زیاد هستند و با گرم بردن ملت تاجیک برای دیگر ملت ها اونقدر وزبینی هم ندارد. در کار شود از ایرپور فرامدن تا سفر به شهر به مرکز از راه جمع کردن آنها را می بردن. شکرانه خدا که 4-5 سال آخر شد بعد از حرکت های ما این روزهای وزبینی کمتر شده. در حقیقت نسبت پسر بچه که هست من خبر دارم و در پرونده شد از طرف کارفرمانده
و با ظلمی که به گروگان محکم بود این آزاد نموده شد. از این هم حکومت تاجیکستان هم روسیه خبر دارند. کار جنایتی که شده شد و شخصی که استفاده بود از تپانچه این روزا در حبس خانه می باشد و از آزادی محروم شد. نه، از آزادی محروم شد. چنین فاکتور زیاد است. نسبت آنکه از شما از حصار میشوید که از رفشان میشوید، من یک چی گفتم که نیست دهاتی که امروز در تاجیکستان یکی اوله نیست که در مهاجرت باشد که زیاده از 1 میلیون دقیقی بلیشون از فعالیت ما خبردار نباشد. خب تشکر. اینجا سوال دیگر حکمت الله رحمانوف سوال داده است که کرامت شریپوف آیا ما می توانیم امید به آن بندیم که شما به صحنه حفظ حقوق مهاجران و مهاجر و مهنت او بازگردد؟ یکم سوالشان و در صورت درمان شدن بازگشت شما مهاجر تاجیک چهار اثر خواهد گذراند؟ بازینش هم سوال گذاشته است و در آخر سوال سوم گفته است آیا می شود یا می رسد زمانی که حقوق مهاجران اقلا در سطح مهاجران اروپا و امریکا رعایت گردد؟ مرحبا. 3 سوال بده. اولا یگانه تکیه‌گاه پشتیبانی روزه مهاجران مهنتی پنهانی جنبش مهاجران ما خبردار بود. از همه فعالیت رفتار و حرکت‌های امروزه مهاجر مهنتی همین به ما میرسید. حتی صداها میرامد از سرحدها در وقتی اون رو خراج کردن سپاریدن به سودای دولتی همش به ما نزدیک بود. آنچه که برادران سوال میتیان گفته استودن که گشتن و برگشتن کرامت شریپوف اگر حاضر وابستگی از یک سخنی ما گپ زنم به مقامات دولتی که آنچه که به من داده شد نسبتی قلبکی که من نداشتم شهروندی تاجیکستان هم داده شد از طرف اویر، از طرف روبری وای، یکی از طرف خودی وزیر که واخری با وای من داشتم، من میتوانم برگردم. تا امروز این راه بسته شده است و دولت روس، سودای دولت روس که از دیده برآمدنی در قسم بالایی که چنین справка که он не является гражданином Таджикистана, برای ما دیگر چیزی لازم نیست، پیشنهاد نمودن برگشتن. لیکن ما در این حالت امروز بسته شده ایم. آن چیزی که نوشته می شود از تمامی لایحه قانون کنستیتوسیون بیرونند. این شکستن حقوق انسانی است و باری دارن که تا روبری دولت این سخنان میرسد. باری دیگر گام میزنه که اگر ما دوست داریم تاجیکستان رو با چنین وضعیت دست نمیزنیم. تشکر. نفر هست در ختم. الله. الله. السلام علیکم. علیکم السلام. بفرمایید. از کجا زنگ میزنید؟ چه نمبر؟ میتونم با که کرامت سوال کنم؟ مرحبا. برای آن زنگ زده ایستادیم که ما بسیار مهاجرایی که در روسیه کار کردیم و از که کرامت بسیار فایده دیدیم. میخواستیم یک پیشنهاد کنیم با که کرامت شریف که اونو اگر میتونستم یگان فوند یگان چی کشن که ما برای اون کس همچون گویم که یاردن پولی یگان چی گذارونیم برای چی خیلی که ما میدونیم بسیار کارهای سودیه که میشود البته در اونجا پولای کلان سخت میشوند و ما بینیم اچاد میشنیم که اگر ما حداقل که میتوانیم به اون کس کمک کنیم اگر خوب میشود. تشکر. اینجا یک نفر دیگر هم میخواستن که همین سوال بدهند ولی همین سوال داده شد. مرحبا. مینداری خود را اظهار می‌کنم. شدن خزینه فوند و یاردن و بازگشت کرامت شریپوف و حرکت‌های ادوکات سفید کننده رای در حقیقت مزدی کلان می‌روند. در یک ساختار روسیه برای برآمدن تا سودی بالایی به قانون سود نه کمتر از 1 میلیون روبل می‌روند. فکر کنید که هر یک جوانی که امروز مجبور شد از تاجیکستان برآمد شهروندی داشت خود زیاده از 400-500 هزار روبل صرف کرد صاحب شهروندی شد و بعدتر به شهروندی شد و آن میخواد با 1 میلیون دیگر ماند به سود دولتی روسیه به قسمی برآمد و بعدتر دیدن در سودای اروپا. یگانه راه است که با اروپا برآمدن ما به فکرم این روزها می شود، چون دولت روسیه در چنین رفتار خود با یاردم یک قسمی نمایندگان مقامات تاجیکستان نشان داد حتی در پروگرام انتوه که ما بزرگیم. یک افلاسی بود، افلاسی را نشان دادن که این شهروند نیست. خود که در سایه که حربی که من نباشم زیاده از 70% امروز
شخصانی که با ما خدمت کردن در ساختار حربی تا گنرال آرمی گنرال پالکوی اونها هم شهروندی ندارن. مرحمت همه شاگرد از شهروندی برمیتون و کشودن فون من به نزدیکی صحبت داشتم، کشودن خزینه صحبت داشتم که اون چیزی که هست من رشد نشدی خودم رو با پسران دیگر گفتم که من البته اینا میکشم پیشنهاد میکنم در فیسبوک در هست در خودی ویدیو نوارای شما نه بلکه برای کرامت شریف این سومی که پیدا میکنه خزینه که پر از اون میگه پول پیدا میکنن اینجا دست از خانه کودکانی که مثلا در ورزوب در ترسون زوده آنها منتظرن دیگر آنکه بدتر اگر من خواهش کنم حکومت امروزی تاجیکستان دستگیری نماید کشودن خودی فیلیالی جهانی جنبش مهاجران ملتی که نسبتی ما داریم مستوای کاری داریم بودن هستن در 5 دولتی که بود بعد در خودی قریم گذاشت ما دیدیم که در اونجا کشوده شده международная общественная организация این هم هست و البته در روزهای نزدیک من گپ بزنم رشد شخصی که به من نزدیک میشود که در جوابگری آینده این موضوعی که به ما میرسد و شما باید از این همیشه در خبر باشید و باوری کامل دارم که در حالت پیدا شدن چنین سوم‌ها و کدام направление که هست گام میزنیم و طرفای هست و ما تقسیم میکنیم و شما خبرها رسانده میشود و بار دیگر از شما بی‌نداری اظهار می‌کنم. تشکر. اینجا نفر دیگری هست در خط علاقه ولی اون سوال هم که طریق شبکه فیسبوک نوشتید من حتما پاسخ اون سوال ها را خواهم داد ولی نمیدونم یک نفر در خط علاقه است متاسفانه بیاید این طور میکنند یک سوال از فیسبوک یک سوال دیگر از شنونده قبول میکنیم ولی که تلفن نفری رو که نبرداشتیم من پوزش میخوام چون ببینید که اینقدر زیاد تماس گرفتن و اینچنین سوال هایی که در شبکه اجتماعی فیسبوک برای ما آمده است. خب سرای شجاعت ژورنالیستی شناخته کشور سوال دادند که هرچند از موضوع بیرون است ولی از بس که شما یک سیاست شناس هستید و این خاطر این سوال براشون دادند که نظر امریکا و نظر وزیر کارهای خارجه روسیه لاروف در باره آسیای مرکزی که لاروف نگرانی کرد از امریکا برای استفاده کردن از همان 5-1 مثلا امریکا با مثلا تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان توجه بیشتر کردن است که این باعث نگرانی خود وزیر کارهای خارجه روسیه هم شده است. نظر ایشون چی است؟ اطراف همین خواستم پرسان شد. من گفته بودم اگر بسیار شخصای خوانده باشن یکی از رژیون های پرقوت‌ترین در دنیا این رژیون آسیای میانه است و یک خطا نکنم بودن در سالهای طولانی پیش عصر 19 عصر 20 اولی عصر 20 یک ترکستانسکی اوکروگ بود در آنجا داخل میشدن این دولت ها کوتاهی همچون دولت با اونا نبودن و با زمینه خود داخل میشدن و اگر در آینده ما فکر کنیم ما با روسیه برادر هستیم برادر و مانیم اگر در قسم اقتصادی پیشروی آینده و حفظ حقوق انسان گپ زنیم ما باید از روسیه دست کشیم در آسیای میانه این دولت ها بزرگترین دولت هستند اهالی آنها خود به خود ببینید که 32 میلیون ازبکستان دارد تاجیکستان 8 میلیون دارد دولت قرقیزستان کمتر از 6 میلیون دارد ترکمنستان دارد 5 میلیون خود قزاقستان دارد قدر زیاد است لیکن این زیاده از 100 میلیون ممکن در سالهای نزدیک شود بزرگترین هست این یک ریگیون و اگر این روز رفتاری که هست از طرف امریکا و روسیه هیچ وقت نسبت فرزند و برادر و آینده این رژیون فکر نمیکنن اینا فکر میکنن که این رژیون هم خیلی هست پرتافته شده است و استفاده بردن قسم استراتژیک اینترس میگیرن باوری کامل دارم که در واخری به نزدیکی بود با وزیر حکومت ازبکستان در تاجیکستان و بعدتر آمدنی پرزیدنت ازبکستان صحبت با پرزیدنت محترم امالی رامون اینا همه این پونکت‌ها باید مانده شود ما باید برگردیم از روسیه من به بسیاران کسا صحبت شدم که خوب شد که در یک روزهای کوتاه آنها رو اختصار نمودن از شهروندی وقتی که خانه و در چیزی نداشتن اما بعدتر که صاحب خانه و در زیست در اونجا فرزند خونه که پیش کنن این روزا میشود تمامی هست ببینید که سیستم تروریسم اکستریمیسم ببینید چقدر جوانای تاجیکان بیگناه حتی کشتار هست در ولادیمیر زاده در اونجا کشتن پسر بچه‌ای که در آن نقشد و بعدتر از 6 ماه مرده ای به تاجیکستان پیدا شد کسی از این صدا نبرآورد دیگری ببینید بازار لوبلینا بود شما خوب میدونید که پسرچه اومد اینجا پنهان شد
سفیر تاجیکستان میگه من جوابگرم کنی جوابگری سفیر کنی نوتای شما اونا در بیرون پسرچه در تاجیکستان پدر و مادر خود نانی افتادن نمیتونه حقوق انسانی رو باید به نظر بگیریم اولا بعدا رفتار کنیم. تشکر. و اینجا یک سوال دیگر شده است. این دفعه باز تلفن. الو. الو. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. من سفر علی هستم از نیمه شهرینه. سفر علی سوال دارید مرمت؟ بله. من برای دوست گیرانی سوال دارم که با شربیون با این دوستم سوال دارم که مثال برای شخصی تاجیکستان در فدراسیون مسکو هستن که برای شخصی آدم دادن میتونن یا نه و مردم. خب منظور از سوالشون همین است که این حال که در تاجیکستان هستند و کدام یک پرابلمی که در روسیه می شود برای کدام یک مهاجری میتونن از اینجا ایستاده به اونا کمک کرده باشند. البته در حالت دستگیری از طرف مقامات دولتی شدن ofisi imroze cümbüş muhaciron ki yeki az 3 punkti avalama guzarandani hastim az Tojikistan badalati ki muhacireti milleti modern Kazakistan, Ukrayina, Belarus, Rus дида барабодан акун саволи ki Иордания мы инаски правовое поле создавать надо. Вот правовое поле, вопрос он когда мы создаем правовое поле, люди могут спокойно к нам обратиться. Вот исходя из этого можем решать все вопросы, связанные с их депортацией в российском и в международном плане, соответственно. Есть вопрос, связанный с их, соответственно, унижением их достоинства. Не только со стороны власти России, и со стороны законных представителей Таджикистана. А там тоже есть жалобов много. В частности, по отношению миграционных служб Таджикистана в России. تشکر میکنم و باز یک سوال از شبکه فیسبوک میگیریم. اینجا اسد سوال داده است که باید در مملکت خودمان گفته است کارآمد شریفوف باید در همین جا دپوتات شوند. اکثر ما شما خب این سوال نبوده است. خب میگذاریم بعد سوال دیگر. همین سوال یک مواقع دارم که من 2006 2007 اولا به سفر گیری شد روان بعدتر به دوستیف مراجعت نمودم که خواهشی من هست موندنی همچون وکیل و بعد اومدم از جانب مهاجران عجبی میگم شما شهروندی تاجیکستان رو ندارید اونو درست گفته بودم لکه در یک شبانه روز من شهروندی پیدا کردم خود تو نسخه پاسپورت رو دیدم امروز من شهروند به یگام حجت امروزی تاجیکستان بغیر یک سپراوکی بازگشت. تشکر. و اینجا ظفر سوال دیگر است. اینم در شبکه فیسبوک اما به نفر دیگر از خط علاقه طریق رقم های 44 645 32 میشنویم. الا متاسفانه باز میگذاریم به شبکه فیسبوک. ظفر همینطور سوال داده است. اون در اونجا چند نکته دیگر هم گفته است اما اون سوال نیستن. در این پایان سوال است. مقصد بازگشت شما به روسیه چیست؟ یکم سوالش این سوالش خدا کند و رفتید چی نقشه ها دارید؟ وقتی شخصی تولد می شود بعدتر در مکتب بیاموزونم بعدتر به مکتب‌های عالی می روند کسب یاد میگیرند از خود میکنند چیزی که برای اون لازم است در حیات بعد باز نفقه به آمدن من این کسبی که پیشنهادی بود ملت من دستگیری نمودن ملت تاجیک بود و فکرم دیگر از این رو من دست کشیدنی نیستم و همه حرکت‌های من نسبت محافظت ملت تاجیک است. حتی با من سوال بود که به حج میروید تو من گفتم که پس از آخران مهاجر ملتی از روسیه من به حج میروم ولی خودم که آماده باشم حرکت ندارم که این دفعه برگشتم با تمام مهاجران به تاجیکستان در اینجا جایهای کاری شود زندگی انسان‌ها شود اونا دست کشند ما دولتی هزاران سال تاریخ خود را داریم باید این اولا در ساختارهای دولتی فهمه که این ملت تا کی به پراکندگی در بیرون است برگرداندن در اونا معامله انسانی اساسی ما بدبختی این است که معامله انسانی نداریم. من به نزدیکی بودم تا حاضر به چشم ندیدم در مدت 10-15 روز اخیر راهبری آویلی تاجیکستان رو دیگر کسان کار میبرند جانش کی است وای حتی نمیدونن مگر از یک رسمی که در اوشونه دیوم این راهبران در آنجا پورتریت‌های اونا پیدا شده است کی است خودش از کجا است کسی به من نزدیک شدم نمیتونه